سلام بچه، به کانال آرگیم خوش اومدید. من آریان هستم و امروز اومدم براتون غول‌های بازی رو نشون بدم و بهتون آموزش بدم و دروازه جهنمم براتون نشون بدم. حالا بریم ببینیم. خب بچه، من اینو دیلیت بکنم. داره بارگذاری میکنم. خب بچه، ما اینجا میریم که غول اول یعنی آدم آهنی رو واکنیم براتون. خب میام توی این قسمت اینو بیارم اینور. خب حالا میزنم. خب این بلوک آف آیرون، اینو انتقال میدم به اینجا. بعد یه دنبال یک کدو تنبل اینجا پوم خب اینجاست. خب حالا من 2 تا اینجوری میذارم، یعنی بلاک آف آیرونامو 2 تا اینجا میذارم، بعد بغلشونم یه دونه میذارم. بعد این کله اینو اینجوری میذارم روش. بله اینم از جنگجوی اول ما. خیلی هم آسون بود. بله. من حالا میام اینجا یه 2-3 تا زامبی بندازم جلوش، بزنه قدرتشو نگاه کنید. اینجا این بچه نگاه کنید چه میزنه. با یه ضربه همشون لط و پار میکنه. خیلی قویه این بچه، خیلی بهتون میتونه کمک کنه. خب میریم حالا سر غول که نه، یه آدم برفیه، خیلی قویه. میایم اینجا. بله اینها، این برفه دیگه. سونو چیه؟ اینو میذارم اینجا. بعد اون کدو تنبلم اونجا باشه به نظرم. خب این دیگه مثلا نمیخواد یه دونه این ورش بذارین یه دونه این ور. اینو همون کدو تنبل رو میذارین روش. اینم از آدم برفی. دیدین بچه ها؟ با برفش میزنه، نگاه پرت میکنه اینقدر از تو شیکمش میره سمتش، پرت میکنه. اینم به دردتون میخوره. حالا من میخوام یه چیزی آموزش بدم که میبینید بچه اینو این چیه. خب اینو میبینید چقدر بیریخته سرش. اینو میتونیم مثلا یه کار کنیم که مثلا سرشو بهتر کنید، یه ذره خوشگل‌ترش کنید. میرین اینجا میزنید. بله این قیچیه.
حالا اینو میزنیم. بچه دیدید چقدر خوشگل شد؟ بعضیا میگن اصلا میگن که این چرا مثلا چیش خوشگله، ولی بهتر از اون قبلی است که روش کدو تنبله. بیاین یه زومی هم بکنیم روش. اینا بچه صورتش میتونیم مثلا سرشو با قیچی کدو تنبلشو ببینید. خب بچه ها میریم قول سوم که از همشون قوی تره و خیلی هم قدرتمنده که با سلسند با کله های سیاه، اسمشون رو نمیدونم. بله سلسند، اینها سلسند. اینو میذارم اینجا. خب حالا این کلهه که بله اینا کله سیاه، اینو میذاریم اینجا. بعد بچه اینم فرق داره مثلا یه ذره. این دوتا رو میذارین اینو، بعد این دوتا رو میذاریم اینجا، بعد این سه تا کله ها رو اینجوری میذارین رو. چی کار کرد اینجا رو؟ دیدی بچه ها این زیرزمین رو زیرزمین ساخته. بچه ها ببینید همه چیز رو میزنه. خوب که الان زد، همه چیز رو میزنه. این خیلی قویه. این بچه ها میبینید ابرا رو سیاهه یا هم هر چی میاد سمتش رو میزنه. حالا من میخوام از این قوله دور شم. من بچه ها نگاه کنید، ابرا سفید شد، به خاطر اونه، به خاطر قدرتشه. حالا بچه ها دیدین سمتش میرم سیاه میشه. خب اینم از سه قول. حالا اومدم دروازه جهنم رو براتون وا کنم، بهتون یعنی آموزش بدم. خب اینجا خب اینو میندازیم اینجا. یه کبریت هم میخوایم بچه ها. اینها کبریت، اینم میذاریم اینجا. خب حالا 5 تا اینجوری. یه طبقه دیگه فکر کنم باید بذارم. یه طبقه دیگه بذاریم. خب کبریتو حالا برمیداریم. نمیشه چرا؟ فکر کنم خب من اینو میخوام فکر کنم 4 بشه. 1 2 3 4.
اینو اینجوری بذاریم ببینیم چی میشه. من فکر میکنم یه دونه دیگه هم بذارم بهتره. خب نمیشه چرا؟ بچه اومد. یه ذره این سخت بود درست کردنش. خب حالا من میرم توشو نگاه کنیم بچه. چه ترسناک. ترسناک شد بچه. چه باحال بچه. این مثلا جهنمه. چه باحاله ولی. خب بچه مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، خوشتون نیومد دیسلایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعدی بای.